داشتی میگفتی چه قده هایی تو بدن هست؟ انواعشو میگی یه بار دیگه. یه قده بد داریم یه قده خوب داریم. خب قده بد اینه که یه مزه کشنده است دیگه. اگه چیزایی بد بخوریم ولی خوشمزه باشه، مثلا نوشابه، چیپس، پفک، این چیزا رو زیاد بخوریم، هر غذایی یکی میاره بگی نمیخوامش، اونو میخوام، اونو نمیخوام، اونو میخوام، اون قده میاد تو بدن آدمو میکشه. اخ شبیه چیه؟ قیافش شبیه هشبال یا عروس دریایی، ولی عروس دریایی وجود نداره، هشبا وجود داره. از دریایی هم وجود داره تو کارتونا که میبینی همون شکلیه. خب حالا خوبش چجوریه؟ خوبش پیپوپیز نکن یه ماده چیه؟ یه بار درست گفتی یه بار دیگه بگو. پیپوپیز مثل پیفوفیز گوی بودید دارم هیپوفیز. خب درست. بعضشم اون ماده خیلی کشنده نمیفرسته، آها ماده خوبی میفرسته. خب اون باعث میشه که آدم رشد کنه. وای خانم دکتر منی تو گوی بودید میگه قشنگ بلدی.